سلام، امروز جمعه مطابق با 13 هوت سال 1395 اینجا جمعی از شاگردان معرفت و اساتید گرد هم آمده ایم تا ورود خانم فرانسیس دوسوزا رو به معرفت خوش آمدید گوییم. خانم فرانسیس دوسوزا در کابل و برای افتتاح رسمی ادیتوریال معرفت که از طرف مؤسسه ارتقای ظرفیت مدنی به نام او اهدا شده است آمده. خانم فرانسیس دوسوزا بهار 1381 در جمع هیئت وستمینستر فاوندیشن فور دموکراسی و به عنوان یکی از کادرهای علمی دانشگاه آکسفورد انگلستان از معرفت دیدار کرد. معرفت به تازگی از پاکستان به کابل انتقال یافته و کارش را با 37 دانش آموز، 8 نفر معلم و سرمایه معادل با $560 آمریکایی در این حولی کوچک در پل خشک دشت برچی آغاز کرده بود. فرانسیس از نگاه آموزشی و اهداف درازمدت معرفت استقبال کرد و قول داد که با جمع‌آوری مساعدت در لندن از آموزش دختران در معرفت حمایت کند. در ماه سنبله همین سال فرانسیس شامی را در منزلش برافروخت و با عنوان شامی برای معرفت مبلغ 2000 پوند جمع‌آوری کرد و برای معرفت فرستاد. So I came back and I started raising money, and you had to cut a long story short. The school did survive. It was the first tranche of money. He did something very clever. یک سال بعد در 1382 فرانسیس باری دیگر از معرفت دیدار کرد. معرفت با ازدیاد دانش آموزانش از پل خشک به این حولی در نقاش کوچ کرده بود. این بار فرانسیس مبلغ 6500 پوند با خود آورده بود و اصرار کرد که معرفت ساختمان مستقلی تدارک ببیند، هرچند با اتاق‌های محدود. می گفت ساختمان برای مکتب اعتبار و برای برنامه‌هایش ثبات خلق می‌کند. حاجی نوروز الیاسی یکی از تاجران ملی یک جریب زمین را در وسط مزارع در نزدیک پل خشک با این تعهد در اختیار معرفت گذاشت که قیمت آن در جریان زمان به شکل قسطوار پرداخت شود. کار ساختمان با سهمگیری دانش آموزان و مساعدت‌های جمعی از تاجران و شخصیت‌های اجتماعی آغاز شد. پول مساعدتی فرانسیس نیز برای تدارکات اولیه ساختمان به کار گرفته شد. 6 سال طول کشید تا ساختمان معرفت در 2 منزل تکمیل شد. این ساختمان را موزیم تاریخی معرفت نیز میگوییم. با دیوار پخسه و خشت خام و ترکیب شدن خشت پخته در اندازه‌های کوچک و بزرگ، بخش اعظم خاطره معرفت با این ساختمان گره خورده است. معلم صاحبا و شاگردا حتی عزیزم خون میرفتن، بازم پلنگ میزد و به شوق علاقه مکتب میساخت. دیگه از اینکه میدیدیم که همه مثل حشر بچه‌ها کار میکنن، بسیار برای ما خوشایند بود. بلکه آینده از این مکتب خصوص برای خیلی امیدوار میشدیم. و ما از دیدن زنها که در این سن خورده قدر تلاش کوشش میکردن، خیلی چیزهای آموزنده و نکته‌های خیلی مهم را یاد میگیریم. سرک معرفت نیز با سهمگیری دانش آموزان اولیا احداث شد. معرفت در سال 1385 به عنوان یکی از اولین مکاتب خصوصی افغانستان به طور رسمی ثبت وزارت معارف شد. اولین گروه فارغان معرفت نیز که در برنامه رشد سریع صنف اول تا 12 را در ظرف 5 سال تکمیل کرده بودند، در این محفل سند فراغت خود را به دست آوردند. تا سال 1395 12 دوره از فارغان معرفت که شامل 751 نفر میشوند با کامیابی تقریباً 100% وارد دانشگاه‌های مختلف کشور شدند. مجموعاً بیش از 200 نفر دانش آموز و یا کادرهای آموزشی معرفت در دوره‌های کوتاه مدت و یا دراز مدت آموزشی از مقطع مکتب تا مستری به اخذ بورسیه نائل شدند. In 2008, the National Constitution Center launched Being We the People, connecting students at Constitution High School in Philadelphia with teens at Marifat High School in Afghanistan. دانش آموزان و کادرهای معرفت در برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی به صورت انفرادی و گروهی به کشورهای مختلف سفر کرده و پیام معرفت و نسل جدید کشور را با مخاطبان خود در عرصه بین‌المللی شریک ساختند. در سال 1389 11 نفر از دانش آموزان در جریان اجرای یک پروژه مشترک عکاسی با مکتب قانون اساسی در فیلادلفیا به ایالات متحده آمریکا سفر کردند.
I'm dreaming for an Afghanistan and for a society which everyone can have a comfortable life, and Afghanistan can be as other countries around the world. And I don't think if I'm very far from my dream, I'll meet my dream very soon. They know a lot about democracy, and again, another thing that really surprised me. The people have come a long way from being trapped in the government of the rule of the Taliban to a stage that they are raising their voices. They're trying to say something. We're working with Marifat High School in Afghanistan, which is also a constitutionally oriented school. They're looking at how to build good citizens, how to get children that will become active citizens in their countries. And so we both have the same goal, same vision. در سال 1392 یک گروه کوچک به دعوت سفیر فنلاند عازم این کشور شدند و از مکاتب و نهادهای آموزشی فنلاند دیدار کردند. Ollaan tutustumassa suomalaiseen kouluun osana kansainvälistä rauhanpäivää. Nuoret toi maahan Suomen lasten ja nuorten liikuntakasvatus. در فاصله سالهای 1393 تا 1395 گروه‌های مختلفی از دانش آموزان به هند، ترکیه و ژاپن سفر کردند. دانش آموزان معرفت در مسابقه بین‌المللی مباحثه و مبادلات فرهنگی در ژاپن مقام دوم را در میان 23 دانش آموز از 18 کشور جهان به دست آوردند. دپارتمان موسیقی معرفت به طور رسمی از سال 1388 با ابتکار نصیر احمد سهرابی و عظیم رضایی آغاز به کار کرد. در این مدت علاوه بر کشف و پرورش استعدادهای هنری بیشمار، ده‌ها قطعه اثر آموزنده و الهام بخش از استودیوی موسیقی معرفت در عرصه هنر افغانستان راه باز کرد. خانه قدگی خوش رو آواز منان سنگ مغروره ساحل نشینم خواب و خستگی را در شب ها یک صبح زیبایی با درس و با معنی ای توی آسیلیا کن علیکو در جشن مادر مبسم خوش آمدین آیه از عشق و الف با بخوان بای جان جان تو نگارخانه و گالری هنری معرفت در سال 1383 با ابتکار استاد نجیب الله مسافر و استاد شیرعلی آغاز به کار کرد. در طی این مدت ده‌ها دانش آموز دوره‌های آموزشی نقاشی را سپری کرده و آثار بیشماری را تولید کردند. بیش از 2000 قطعه اثر هنری هنرمندان معرفت در نمایشگاه‌های متعدد در داخل و خارج مکتب به فروش رسیده است. صدها نفر از دانش آموزان از برنامه‌های سواد حیاتی و آموزش حرفه و فن بهره گرفتند. من دوست دارم که درس بخونم، درس‌های خود ادامه بدم. مدت که آمدم سر رفتار مثلا گفتارم و شخصیت محمد سیزیاب یک نیم سالش تکلیف صنف دوم وارد. بسیار چیزا یاد گرفتم. این دانش آموزان علاوه بر برنامه‌های درسی، دوره‌های مختلفی را در بخش‌های خیاطی، حکاکی، الکترونیک، کامپیوتر، عکاسی، فیلمبرداری، گزارش نویسی، ادیت و گرافیک، صحت و بهداشت با موفقیت سپری کردند. برنامه‌های نشراتی معرفت با جراید دیواری و مجلات مختلف مانند سخن معرفت، صدای معرفت،
آینه معرفت آغاز شد و در سال 1391 با راه‌اندازی رادیو معرفت صدای معرفت با حمایت مالی مؤسسه نت به عنوان یک رکن مهم در عرصه پیام‌رسانی معرفت ارتقا یافت. رادیو معرفت صدای معرفت. خب همراه من باشید تا به صنف الفبای زندگی برویم. رادیو معرفت با تولید و نشر برنامه‌های آموزنده و آگاهی بخش در عرصه رشد و گسترش آموزش‌های مدنی فعالیت دارد. شورای دانش آموزان یکی از مهمترین بخش‌ها در زیر مجموعه برنامه‌های آموزش مدنی معرفت است. رؤسای شورای دانش آموزان در بخش‌های دختران و پسران در جریان انتخابات آزاد برای 1 سال انتخاب می‌شوند و فعالیت‌های خود را از طریق انجمن‌های دهگانه به پیش می‌برند. محافل گوناگون در معرفت توسط شورای دانش آموزان برگزار و مدیریت می شود. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های جنبی در بخش‌های پاکسازی محیط زیست، تجلیل شخصیت‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های ادبی و فرهنگی در حوزه ابتکارات و مدیریت شورای دانش آموزان قرار می‌گیرد. شورای انضباطان نیز تمام فعالیت‌های مرتبط با نظم و انضباط در معرفت را هم در جریان برنامه‌های معمول روزانه و هم در جریان برگزاری محافل و گردهمایی‌ها به پیش می‌برند. پارلمان دانش آموزان همه ساله 2 بار برگزار می‌شود، قبل از امتحانات 4.5 ماهه و قبل از امتحانات سالانه. در پارلمان دانش آموزان 2 نفر نماینده منتخب دانش آموزان از پایه‌های اول تا 12 اشتراک می‌کنند و تمام برنامه‌ها و مسائل مرتبط با درس و نظم و رفتار معلمان و بخش‌های اداری مکتب را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. در کانتین با وجودی که قرطاسی قیمت سودا میشه، همچنان مواد خوراکی یک تا قلم در بازار 5 افغانی است در حالی که داخل کانتین تمام سلوک گفته که باید تخته‌ها، میزها و شوکی‌ها و دیوارها رنگ شود. باید بودجه‌شویی حذف شد. تقاضای ما از مسئولین نشسته که یا آزمایش فیزیک را بردارن یا یک چیز خوبتر داخل عملی کنن. در مکتب فضای درسی وجود نداره. ما می‌خوایم واقعا فضای درسی بیان. معلمان و کادرهای معرفت به سخنان نمایندگان دانش آموزان ترتیب اثر می‌دهند. ما تمام مواردی که راجع به تغییر داد هست، بورد ارشادی هست، ادارات هست، معلمین هست، قراردادها اینا را در کل دسته‌بندی خود کردیم. جلسات اولیا و مربیان معرفت نیز همه ساله 2 بار به طور منظم برگزار می شود. در این جلسات تمام مسائل مرتبط با درس و نظم و رفتار دانش آموزان از هر دو جانب مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند. اعضای انجمن اولیا و مربیان معرفت نیز از میان اولیای دانش آموزان برای 1 سال انتخاب می شوند. این انجمن از جریان فعالیت‌های معرفت هم در جریان درس و هم در جریان امتحانات بازدید می‌کنند و دریافت‌ها و پیشنهادات و نظریات خود را با مسئولان مکتب در میان می‌گذارند. اکادمی زبان‌های بین‌المللی معرفت نیز از مهمترین بخش‌ها در عرصه آموزش و کمک به دانش آموزان برای دریافت بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشور بوده است. در سال 1389 قرارداد برنامه زبان انگلیسی اکسس با سفارت آمریکا و در سال 1395 قرارداد همکاری با مرکز کنفوسیوس دانشگاه کابل به امضا رسید و ده‌ها دانش آموز به طور رسمی از آموزش زبان انگلیسی و چینی بهره‌مند شدند. I came here and found the hope for the future of Afghanistan. Our embassy, our government will be definitely a close partner of this Chinese language program, as well as the whole development of the school.
زبانهای کوریایی و فرانسوی نیز از زبانهای مهمی هستند که در آکادمی زبانهای بین‌المللی معرفت تدریس می‌شود. برنامه‌های آموزشی و پرورشی معرفت در بخش‌های مختلف توسط شورای علمی، مدیریت لسه و معاونت‌های آموزشی و فرهنگی پرورشی، شورای معلمان، دیپارتمنت‌ها و بورد ارزیابی و نظارت به پیش می‌روند. همه ساله به طور مستمر برنامه‌هایی برای ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی همکاران برگزار می‌شود و کادرهای معرفت مهارت‌های مرتبط با حوزه‌های کاری خود را به طور علمی و مسلکی ارتقا می‌بخشند. در معرفت برنامه‌های علمی و تفریحی زیادی نیز برگزار می‌شود. سلام ای خاطرات کودکی ها، صدای داس و آب و نان و باد، تو را تا به نهایت دوست دارم، تو را تا به نهایت دوست دارم، تو ای زیباترین میراث دنیا، تو ای زیباترین میراث دنیا. یادم داده ای پروانه باشم، برای بچه ها چون سایه باشم، مرا تا قله های عشق بردی، تو گفتی با خدا همسایه باشم، تو گفتی با خدا همسایه باشم. سلام ای خاطرات کودکی ها، صدای داس و آب و نان و بابا. در سال 1388 جمعی از دانش آموزان معرفت در اعتراض به قانون احوال شخصی اهل تشیع در تظاهراتی شرکت کردند که به منظور ایجاد تعدیل در این قانون به راه افتیده بود. گروهی از هواداران این قانون مکتب معرفت را مورد حمله قرار دادند. تلاش حمایت کنندگان این قانون بر این بود تا داخل این مرکز آموزشی شوند که با ممانعت پلیس روبرو گردید و سرانجام به ایجاد خشونت مانع تجمع کنندگان و پلیس انجامید. شماری از آنانی که مانع این تظاهرات می شدند تأکید می کردند که تظاهر کنندگان خلاف دین اسلام تبلیغ می کنند و کافر شده اند. مکتبش هم می سازانیم خودش هم می زنیم. حمله کنندگان ساختمان مکتب را سنگباران کردند و برای تخریب آن شعار دادند، اما این حمله با حمایت خانواده‌های دانش آموزان و پلیس ویژه وزارت امور داخله به زودی دفع شد و معرفت پس از 2 روز دوباره به فعالیت‌هایش ادامه داد. مکان تعلیمی جایی که دانش آموزان در اون میان با زندگی آشنا میشن، آگاهی پیدا میکنن، بینا میشن و مسئولیت‌های خود را رسیدگی میکنن، نباید مورد تعرض و غاصب قرار بگیرد. تمام امتیازات مادی و معنوی معرفت در سال 1384 به طور رسمی به شورای سرپرستی معرفت به عنوان یک شورای اجتماعی وقف گردید و معرفت به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی در وزارت عدلیه، وزارت مالیه و وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان ثبت شد. شورای سرپرستی معرفت در سال 1391 به طور رسمی با مؤسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت ارتقا یافت. در ساختار سازمانی معرفت، هیئت مؤسسان با عضویت 33 نفر از شخصیت‌های متنفذ و کادرهای علمی جامعه عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری بوده و هیئت مدیره با عضویت 11 نفر به عنوان هیئت امنا مجموع فعالیت‌های معرفت در جریان سال را مورد نظارت قرار می‌دهد. ریاست اجراییه با معاونت و بخش‌های زیر مجموعه هیئت اجراییه مسئولیت امور اجرایی معرفت را بر عهده دارد.
دستاوردهای معرفت بارها در سطح ملی و بین‌المللی مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است. The Marifat School, a progressive, community-run, pro-women's rights institution that has grown into one of the country's most successful schools. It offers a unique coeducational system, teaching both boys and girls. It's here where Stern's book, The Last Thousand, One School's Promise in a Nation of War, is set. Sir Aziz is in the final 10 of the Global Teacher Prize. Please applaud him. Assalamu alaikum. Some of you remember that we were here a year ago. We will continue to let the wider world know that you exist and what you are achieving here at Marifat High School. فرانسیس دوسوزا اولین بازدید کننده معرفت در آغاز شکلگیری فعالیت‌های آن در سال 1381 بود. خانم کارولاین مورهید نیز در این بازدید فرانسیس را همراهی می‌کرد. از آن بعد مهمانان و شخصیت‌های زیادی از لیسه عالی معرفت بازدید کردند. فرانسیس، لارد دینیس، کریستا دوزوسا و بیلا پولین در سالهای 1388، 1390 و 1393 در چندین نوبت از معرفت بازدید کردند. I first visited Marifat in 2006 with my mother, and I remember that drive straight from the airport to Dashti Barchi. I had no idea what to expect. سهم فرانسیس دوزوسا نه تنها در عرصه جمع‌آوری مساعدت برای زیرساخت‌های معرفت و حمایت از آموزش دانش آموزان، بلکه در ایجاد شبکه وسیعی از حمایت بین‌المللی در حول برنامه‌ها و فعالیت‌های معرفت بخش مهمی از تاریخچه معرفت را تشکیل می‌دهند.
هیئت مدیره مؤسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در سال 1392 به پاس سهم و خدمات فرانسیس دوسوزا ادیتوریم معرفت را به طور رسمی به نام فرانسیس دوسوزا اهدا کرد. امروز ما در حضور فرانسیس دوسوزا و خانم کارولاین مورهید و شما عزیزان و شخصیت‌های فرهیخته کشور این سهمگیری بزرگ و تحول آفرین را تجلیل می‌کنیم.